درود بر شما عزیزان اهل خرد و آگاهی. امیدوارم در نور و سلامتی باشید. در این ویدیو طبق معمول به 3 ابهام دیگه از قرآن میپردازم. یعنی الله خودش در این دنیا زورش به انسانها نمیرسیده؟ چرا پیامبر تا این حد مغرور بوده؟ طبق این آیه یعنی پیامبر پول صدقه و زکات رو زوری از مردم میگرفته؟ برای آگاهی بیشتر در ادامه ویدیو با من همراه باشید. ابهام اول در مورد آیات 13، 14 و 15 سوره توبه هست که به مؤمنان گفته با آنان که پیمان شکستند بجنگید تا الله به دست شما آنان را عذاب دهد و پیروزی بر آنان سینه‌تون رو شفا بخشد. حالا کاری ندارم که این شفای دل و سینه مؤمنان نشان از عقده و کینه دل مؤمنان است. میگم چرا الله خودش مستقیم وارد عمل نشد و پیمان شکنان را نابود نکرد؟ یعنی الله فقط در قیامتی که معلوم نیست زورش به انسانها میرسه؟ که از مدعیان مثلا اومده پاسخ بده، میگه درک این آیه برای کوردلان سخته، تو هم کوردلی و نمیفهمی. خب مدعی گرامی، اولا اگه من کوردل هستم، وقتی طبق قرآن امثال من پرسشگر رو الله کوردل خلق کرده، پس گناهی بر من نیست. مثلا شیر چه گناهی داره که نمیتونه بار ببره و سواری بده؟ خدا امتیاز بار بردن و سواری دادن رو به الاغ داده، پس نباید از شیر بابت سواری ندادن ناراحت شد. دوما اگه خود شماها روشندل و آگاه هستید، پس معطل چی هستید؟ ما کوردلان را با پاسخهای منطقی آگاه کنید. چرا الله پیامبر فقط یک بار نیومد خودش رو با دادن عذاب به دشمنان ثابت کنه؟ چرا همیشه مؤمنان را به جهاد دعوت میکرده و بهشون وعده بهشت خیالی میداده؟ یکی از مخاطبین عزیز کانال گفته بودند که الله اگه میتونست کاری بکنه منتظر جهاد مؤمنان نمیشد. پیامبر هم این را میدانسته، به همین دلیل آیاتی رو برای تبرئه الله آورده که مثلا الله امور دنیا را به دست مؤمنان داده تا امتحان شوند و به بهشت بروند. پس این آیات رو خود پیامبر برای تشویق و انگیزه دادن به مؤمنان داده که جهاد کنند و حکومت اسلامی را تقویت کنند. ابهام دوم هم در مورد آیات 1 و 2 سوره حجرات هست که نوشته ای مؤمنان از الله و رسولش جلو نیفتید و از الله بترسید و همچنین صداتون رو از صدای پیامبر بلندتر نکنید وگرنه اعمالتون تباه میشه. حالا چرا گفته از الله و رسولش جلو نیفتید؟ مگه این مؤمنان با الله و محمد قرار بوده کجا برن؟ حالا پیامبر که پا داشته، ولی آیا الله هم مثل انسانها راه میرفته؟ از مدعیان گفته بودن که منظور آیه راه رفتن واقعی که نبوده، منظورش چیزیه که تو نمیفهمی. خب مدعی گرامی، پس چرا نگفتی که منظور آیه چی بوده؟ همه منتظریم که پاسخ منطقی از شما مدعیان بشنویم. حالا بعدش چرا گفته نباید صداتون از صدای پیامبر بلندتر باشه وگرنه تمام اعمال خوبتون تباه میشه؟ خب شاید فردی ذاتاً صدای کلفت و بلندی داشته باشه و انسان خوبی هم باشه. یعنی اگه با پیامبر حرف زد و صداش بلندتر بود، الله عصبی میشه و تمام اعمال درست این فرد رو ازش میگیره؟ خب همین آیه به شدت الله و آیات غیر منطقیش رو زیر سوال میبره و بی‌عدالتی الله رو ثابت میکنه. البته احتمال داره که همین آیه هم که به نفع پیامبر بوده، باز هم از افکار خود پیامبر بوده باشه. دوستان عزیز، اگه از محتوای ویدیوها راضی هستید، لطفاً لایک ویدیو رو بزنید. ابهام سوم هم در مورد آیه 98 سوره توبه هست که نوشته بعضی از اعراب بادیه نشین وقتی پولی رو انفاق میکنن اونو غرامت میشمارن و انتظار دارن که شما گرفتار بلا بشید، ولی برعکس خودشون گرفتار بلا خواهند شد. با توجه به این آیه معلومه که مؤمنان به دستور پیامبر از بقیه اعراب پول زوری می گرفتند و نامش را انفاق گذاشتند، وگرنه اگه کسی با میل و خواسته قلبی خودش پولی بده، هرگز برای گیرنده پول آرزوی گرفتاری نمی کنه. حالا پیامبر که پول زور رو از مردم گرفته، دیگه چرا بعدش برای دلگرم کردن مؤمنان بهشون گفته نگران نباشید، خودشون گرفتار میشن؟ از مدعیان گفته بودند که پیامبر صدقه و انفاق زوری از مردم نمی گرفت، بلکه پرداخت پول برای کمک به نیازمندان واجب بوده و این دستور الله بوده، نه پیامبر. خب مدعی گرامی، این همه صدقه و انفاق و زکات و کمک به نیازمندان رو چرا باید فقط از بقیه مردم و غیر مسلمانان می گرفت؟
چرا توی قرآن پیامبر حتی یک آیه نگفته که مؤمنان هم باید زکات و صدقه بدهند؟ یعنی الله گفته بر مؤمنان واجب نیست؟ خلاصه در هر صورت پرسش اینه که با توجه به این آیه چرا پیامبر پول زور از اعراب می گرفته و اصلاً به نارضایتی آنان هم توجه نمی کرده و حتی گفته همان انفاق کنندگان دچار بلا خواهند شد. خب آخه چرا باید هم پول زور بدهند و هم گرفتار بلا بشن؟ خب دوستان عزیز، سپاس از همراهیتون. اگه از ویدیو لذت بردید لطفاً لایک ویدیو رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید، نظراتتون رو هم در کامنت ها بگذارید. در آرامش درون باشید.